اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. هنگامی که آسمان شکافته شود، هنگامی که ستارگان پراگنده شوند، هنگامی که بحرها منفجر شوند و هنگامی که قبرها گشوده شوند، در آن فرصت است که هر کس می داند که چی چیز را از پیش فرستاده و چی را باز داشته است. یا ایها الانسان ما غرك بربك الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ای انسان، چی چیز تو را از پروردگار صاحب کرم تو فریفت؟ او که تو را آفرید و باز تو را به شکل بسیار خوبی برابر ساخت و در نهایت اعتدال قرار داد، به همان صورتی که خواست اجزای وجود تو را به هم پیوست ساخت. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نخیر، چنین نیست که شما می پندارید، بلکه شما روز جزا را تکذیب می کنید. واقعیت این است که بر شما نگهبانانی گماشته شده اند، نویسندگان گرامی قدری که همه کارهای را که انجام می دهید می دانند. این الابرار لفی نعیم و این الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین. مسلماً نیکوکاران در بهشتند و بیگمان بدکاران در دوزخند که به آن داخل می شوند در روز جزا و از آن غایب نیستند. و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. چی می دانی که روز جزا چیست؟ و باز چی می دانی که روز جزا چیست؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. روزی است که هیچ کس برای کسی دیگری چیزی کردن نمیتواند و در آن روز کار سراسر از آن خداست. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.